اجرای عملهای خیر و ثواب از زمره اقدامهای شایسته محسوب می‌یابد. با نظرداشت این مهمیت و طبق هدایت‌های خیرتمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز ساکنان به انجام عملهای شایسته بیشتر توجه دارند. از جمله ساکن جماعت دهاتی بخت نوی ظفرآباد میرزا علی نوراللهیف همراه فرزندش افضلشاه نوراللهیف تصمیم گرفته است که مبلغ‌های به سفر حج پیش‌بینی نموده‌اش را به ساختمان مرکز زبان آموزی و تالار ورزشی صرف نماید. کارهای ساختمانی عین زمان در این نشاط ادامه داشته، پس از مورد استفاده قرار گرفتن ساکنان این دهه دوردست ناحیه و مشق و تمرین در خود دهه‌شان مشغول می‌گردند. آموزش زبان‌های خارجی بخصوص زبان انگلیسی طلب زمان بوده. پیوسته جناب والی پیشوای معظم ملت در برآمدهای خویش قید برآ می‌نمایند که هر یک جوان باید دو زبان خارجی بخصوص زبان انگلیسی را داند. بنابر دستور سفارش‌ها و هدایت‌های پیشوای معظم ملت من با همراهی پدرم تصمیم گرفتیم که بنای مرکز آموزش زبان‌ها را در دهه بخت جماعت دهات روشن بنیاد کنیم. سبب اساسی بنیاد مرکز آموزش زبان‌ها در این دهه در آن است که یعنی دسترسی از مرکز ناحیه دور بودن. بسیاری جوانان از اینجا هر روز راه دور رو طی کرده و مرکز ناحیه می‌روند و برای راه دور رو طی نکردن ما تصمیم گرفتیم که فیلیال مرکز رو در اینجا بنیاد کنیم. همزمان ساکنی دیگری ناحیه جمشید نعیموف صوابیت کاری خیر و ثواب و آبادی محل زیست خود را از سفر به حج افضلتر دانسته اقدام گرفته است که یکی از راه‌های اساسی را با خرج 100,000 سومانی منفعش نماید. واقعا برخی از ساکنان خوب درک نمودند که صوابیت اقدام‌های شایسته بهر آبادی وطن، بهتر نمودن شرایط زندگی ساکنان و سهمگذاری در آینده با سعادت کشور که شهد آن را نسل‌های من بعد نیز می‌چشند و بهره می‌برند از سفر به حج خوبتر است. ما نزد خود مقصد گذاشتیم که مبلغ‌های برای زیارت حج جمع آورده خود را برای آبادانی محل زیست خود صرف نمودیم. یکی از راه‌های مرکزی ناحیه ظفرآباد رو پورا اسفالت پوش کردیم. کوشش میکنیم که برای آباد و زیبا گرداندن وطن محبوب خود سهم ارزنده گذاریم. در اجرای کارهای شایسته، عملهای خیر و ثواب و سهمگذاری بهر آبادی وطن، ساکنان پیوسته تلاش می‌ورزند. از جمله دیگری شخصان وطن دوست گلچهره گلبویو است که کوشش نموده ایستاده است بهر اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان و تأمین شرایط خوب برای تربیت گیرندگان محل زیستش یک کودکستان بنیاد نماید. بنای کودکستان در جماعت شهرک به نام حمید علیف جایگیر بوده، آن برای تعلیم و تربیت 200 نفر کودک پیش بینی شده است. اقدام گرفتم که بعد از 28 دکتر پیام جناب عالی در دهمان یک کودکستان سازم. از بس که اهالی بسیار است در محلی ما کودکستان است، خواستم منم سهم خود را گذاشته برای خلقم و برای وطنم همه خیلی خدمت کنم. ما مینتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که به ما همه خیلی شرایط ها را فراهم کرده دادند. از این رو ما کوشش میکنیم در تربیت نسل نورست گذاریم. رشد ساحه معارف، پیشرفت علم و معرفت و باسواد به کمال رسانیدن نسل نورست در محور سیاست حکومت کشور قرار دارد. در این سمت با مبلغ گذاری اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در دهه حیات نو ناحیه ظفرآباد بنای قبلا بیکار خوابیده دوباره برقرار گردیده ایستاده است. انشاءات مذکور از دو اشانه عبارت بوده، آن برای تعلیم و تربیت 620 نفر خواننده در دو بست پیش بینی شده است. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نقشه دارند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت 585 انشاءات را بنیاد و به استفاده سپارند. تا امروز 85% نقشه چاره‌بینی ها اجرا شده است. در این سمت با اقدام ساکنان وطن دوست و خیرخواه ناحیه بنای قبلا بیکار خوابیده در جماعت دهات جامع ناحیه ظفرآباد دوباره برقرار گردیده، در اینجا در آینده کودکستان تأسیس داده می شود که 200 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته خواهند شد. در مجموع امروزها با سهم مقامات دولتی، بخش خصوصی، شخصانی سخاوتمند و شریکان رشد بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون در ناحیه ظفرآباد روند نو را به خود کسب کرده است. عملی سازی اقدام‌ها بخصوص در ساحه معارف امکان خواهد داد
то насли наврас дар беҳтарин шароит таълиму тарбия гирифта, ҳамчун мутахассисони соҳибкасб баҳри пешрафту ободии ватан саҳми арзанда гузоранд.